به نام خدا. سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر امینی هستم و در این ویدیو میخوام در موضوع پاسخ فرکانسی براتون 4 تا سوال کنکور ارشد دکتری سال 1403 رو حل کنم. هر 4 تا سوال ساده بودن و تکراری و به صورت تک خازن، که البته همیشه اینجوری نیست، ولی امسال خیلی کلا سوالات ساده تر شده بود، چه تو ارشد چه توی دکتری. سوال 63 میگه در مدار زیر ترانزیستور Q1 در ناحیه فعال باعث شد و منبع جریان ایدئاله. این همون جمله مشهور هست. مقدار فرکانس قطع منفی 3 dB پایین بهره ولتا چند کیلو رادیان بر ثانیه است؟ اینو دقت کنید که واحدش رو گفته رادیان بر ثانیه. خب اول شما باید نقطه کار رو به دست بیاری که خب میدونید خازن که مدار بازه، بنابراین 1 میلی آمپر کلن از اونجا رد میشه. پس جریان من از امیتر رد میشه، جریان من میشه 1 میلی آمپر، بنابراین آرئی من میشه چقدر؟ 25 اوم. از کجا آوردم؟ ویتی تقسیم بر آیئی. خب این 25 اوم رو اگر ما به دست آوردیم، حالا میریم سراغ در واقع حل AC. در حل AC که میخوام از دو سر خازن در واقع نگاه بکنم، شما بایستی از اینجا مقاومت رو ببینی با این 25 اوم جمع بکنی. خب اومگای ال شما، چون این خازن تزویج است، اومگای زدش صفره، بنابراین و تک خازن هم هست، اومگا ال با اومگا پی برابره. اومگای پی هم میشه 1 تقسیم بر مقدار خازن که 10 به توان منفی 6 ضرب در مقاومتی که میبینه. من یه 25 اوم از این طرف میبینم، یه 25 اوم آرئی هم از اون طرف میبینم که رو هم دیگه میشه چقدر؟ میشه 50 اوم. چون بر اساس کیلو در واقع از من خواسته، صورت رو چیکار میکنم؟ مینویسم 10 به توان 3 ضرب در 10 به توان 3، این 10 به توان منفی 6 رو بردم بالا، تقسیم بر 50. 1000 تقسیم بر 50 هم میشه 20 ضرب در 10 به توان 3. این بر حسب رادیان بر ثانیه است که همون میشه 20 کیلو رادیان بر ثانیه. در مدار زیر تقویت کننده تفاضل زیر فرکانسی که در آن CMRR به مقدار 3 dB کاهش می‌یابد تقریباً چند مگا رادیان بر ثانیه است؟ اولا این سوال کپی از ارشد 78 است. CMRR هم میدونید CMRR میشه چی؟ میشه AD به AC، البته اندازهش. خب میدونید در حالت AD خازن دو طرفش اتصال کوتاه هست، چون بهره تفاضلی جریان به صورت شبه متقارن عبور میکنه و این خازن بی تأثیره چون دو طرفش زمین هست. اما در حالت وجه مشترک یه اومگای زد شما داری، یعنی میشه نگاهی که بدون انعکاس امپدانس باید از دو سر خازن ببینی. من فقط یه دونه 1 نانوفارادی میبینم، میشه 10 به توان در واقع 3 ضرب در 10 به توان 6. دلیل این که در واقع شما 10 به توان 6 نوشتم چون مگا رادیان بر ثانیه میخواد. اینم که مقاومت 10 کیلو هست، کیلو با اون 10 به توان 3 میره و اومگای زد من میشه 1/10 مگا رادیان بر ثانیه. وقتی داری فرکانس صفر میبینی نبایستی انعکاس امپدانس رو حساب بکنی. اما بریم سراغ قطب، یعنی محاسبه اومگای پی. خب در این حالت شما اینا رو خب طبیعتا باید زمین بکنیم، اینجا هم که زمین میشه و این دفعه انعکاس امپدانس دارم. خب مقدار مقاومتی که تو اینا هست آرئی رو لازم دارم، اینجا میشه آر پای تقسیم بر 1 به علاوه بتا که در میاد 100 اوم. بعد تصویری که ما داریم به این صورته، این 10 کیلو هم با انعکاس امپدانس میاد توی امیتر، بنابراین اونم میشه 100 اوم. یعنی من یه دونه 100 اومی دارم، یه دونه 100 اومی دیگه هم ناشی از آرئی 1 دارم. خازن 1 نانوفارادیم که سر جاش هست، این خازن 1 نانوفارادی رو میذاریم اینجا. بعد یه دونه 10 کیلو هم که اینجا داریم، اونورم به طریق مشابه همون 200 اوم رو چیه شما خواهید دید. خب اگر دقت بکنید این در واقع موازی با اینه و بنابراین میشه 100 اوم. کل اون 100 اوم هم با اون 10 کیلو چیه؟ با هم دیگه
موازی هستند. بنابراین اومگا پی شما خیلی ساده به دست میاد، 1 تقسیم بر مقدار خازن ضرب در مقاومتی که از دو سرش دیده میشه. چی میبینم؟ یه 10 کیلو میبینم موازی 2 تا 200 میشه 100 اوم دیگه. خیلی واضحه که 100 اوم رو شما اگر بیای موازی با 10 کیلو بکنی، چون خیلی ازش بزرگتره، دوباره میشه همون 100 اوم یا همون 1/10 کیلو. خب بعد دوباره این نانو رو میبرم بالا، به 2 قسمت تبدیلش میکنم، میره بالا، توانش مثبت میشه دیگه. اینم 1/10 کیلو رو که نوشتم، این کیلو با اون 10⁻³ میره. بنابراین 1 تقسیم بر 1/10 میشه 10، اونم که میشه 10 مگا رادیان بر ثانیه. درسته؟ خب حالا دقت کنید که اومگا پی شما، یعنی فرکانس قطب شما، از فرکانس صفر شما خیلی خیلی بزرگتره. بنابراین شما میتونی اومگا پی رو با اومگا ال برابر بگیری و برابر همون 10 مگا رادیان بر ثانیه بگیری که پاسخ شما میشود گزینه شماره 3. این هم از این سوال. بریم سراغ سوال بعدی که این سوال هست. باز همون جمله مشهور رو برای شما نوشته: ترانزیستورها در ناحیه اشباع هستند و منابع جریان ایدئالن. فرکانس قطع پایین منفی 3 dB چقدر میشه؟ چند کیلو هرتز، ببخشید چند کیلو رادیان بر ثانیه است. خب دقت بکنید، من از جی ام ها رو داده دیگه، حل دی سی لازم نیست. 1000 رو تقسیم بر 10 میکنی میشه 100 اوم، این 1 بر روی جی امه. اینم 1000 تقسیم بر 5 میشه 200 اوم. به حضور شما این خازن هم مقدارش بی نهایت، بنابراین اومگاش 0 خواهد بود. بنابراین فقط باید خازن C1 برم مقاومت دو سرش رو نگاه بکنم. خب من اینجا رو زمین میکنم و میدونم هم که این خازن تزویج هست، بنابراین اومگای زدش 0 میمونه. اومگای پیش که باید مقاومت رو از دو سرش چیکار کنم؟ نگاه بکنم. خب برای اینکه مقاومت رو شما از سمت چپ ببینی که 100 اوم، از سمت راست بخوای ببینی، بایستی اینجا رو در واقع از اینجا مدارباز بکنی، یه وی تست و یه دونه آی تست رو بخونی و مقدار مقاومت شما یعنی آر آی شما خواهد شد وی تست به آی تست. این رو من باید برم حساب بکنم. خب خیلی واضحه که ولتاژ این نقطه که با سبز دارم نشون میدم وی تست است. اینم حواستون باشه که اینا مداربازن دیگه، اینا واضحه دیگه. خازن دیگر هم چی میشه؟ اتصال کوتاه میشه. منبع هم که چی هست؟ زمین هست، یعنی داریم وقتی حل ایسی میکنیم و مقاومت میخونیم. ولتاژ اینجا رو من میگیرم وی ایکس، بنابراین جریان اینجا رو میشه نوشت وی تی منهای وی ایکس، دوم فلش منهای سر فلش تقسیم بر این مقاومت ام 1 که خودمون حساب کردیم داخلش چقدر هست؟ یه دونه 100 اومی هست. با این جریان یعنی وی ایکس 100 اوم با هم دیگه چی هن؟ برابرن. خب همین برابری رو من بنویسم و متغیر وی ایکس رو چیکار کنم؟ پیدا کنم. یعنی وی تی منهای وی ایکس 100 اوم مساوی با وی ایکس 100 اوم. 100 با 100 خداحافظی میکنه. بنابراین وی ایکس شما میشه چی؟ وی تی دوم. خب اگر وی ایکس شما بشه وی تی دوم، دیگه راحت میتونی در واقع مقدار جریانت رو بنویسی. جریان اینجا میشه چقدر؟ اینجا چون شده وی تی دوم، من میتونم بنویسم وی تی دوم منهای 0 تقسیم بر چی؟ تقسیم بر مقاومتی که تو ام 2 که 200، پس میشه وی تی 400 اوم. بنابراین آی تست شما اینجا یه 0 میشه، یعنی طبق KCL اینجا یه 0 داره میره و یه دونه چی؟ وی تی 400 اوم دیگه. درسته؟ بنابراین میایم اینجا و می نویسیم این میشه وی تست تقسیم بر آی تست شما میشه جمع 0 و وی تی 400 اوم که میشه وی تی 400 اوم. بنابراین مقدار شما میشه چقدر؟ 400 اوم. خب حالا که آر آی رو پیدا کردی، دیگه پیدا کردن اومگا ال کاری نداره، چون اومگا زد هم چنده؟ 0. خب ادامه میدیم، می نویسیم چی؟ میگیم که اومگا ال شما همان اومگا پی هست، همان اومگا پی هست و میشه 1 تقسیم بر مقدار خازن رو گفتن 2 میکرو، پس من مقدارش رو می نویسم. یه 100 اوم شما این طرف کار داری، یعنی اینجا یه 400 اوم هم که به دست آوردی، رو هم دیگه میبینی چقدر؟ 500 اوم که من اونو می نویسم نیم کیلو. بعد چون پاسخ بر حسب کیلو هست 10⁻⁶ رو میبرم بالا، 2 تا 10⁻³ می نویسم.
این 2 ضرب در نیم کیلو هم که میشه چقدر؟ میشه 1 کیلو. کیلو با اون 10 به توان 3 با هم دیگه خداحافظی میکنن. بنابراین پاسخ شما خواهد شد 10 به توان 3 رادیان بر ثانیه که همان 1 کیلو رادیان بر ثانیه هست و پاسخ گزینه 1 خواهد بود. سوال 52 میگه در مدار شکل ترانزیستور Q1 تو ناحیه فعال منبع جریان ایدئاله، فرکانس قطع منفی 3 dB چند کیلو رادیان بر ثانیه هست. اول یه حل DC باید انجام بدیم. اگر جریان اینجا IC باشه، جریان اینجا میشه IC 100 اوم، 1 به تومش عیناً همون از RF رد میشه. بنابراین با یک KCL اینجا مشخص میشه که IC من تقریبا چقدر هست؟ 1 میلی آمپر. اگه از اون 100 صرف نظر بکنم، پس RE من در میاد چقدر؟ 25 اوم، به دلیلی که VT رو چند داده؟ 25 میلی ولت. خب این تک خازنه و این خازنه فرکانس تزویجش در واقع 0 هست. وقتی فرکانس تزویجش 0، من باید مقاومت دو سرش رو نگاه کنم تا اومگا پیش هم چیکار کنم؟ پیدا بکنم. اومگا زدش که 0 میشه. خب اومگا پی چجوری حساب میشه؟ بایستی مقاومت رو من از این طرف خازن هم چیکار کنم؟ نگاه کنم. اینجا یه وی تست آی تست قرار میدم، اینجا رو مدار باز میکنم. خب ولتاژ اینجا مثلا اگر وی تی باشه، جریان اینجا میشه 2 فلش منهای سر فلش تقسیم بر اون RE که 25 اومه. تو بیس هم چقدر میشه؟ VT تقسیم بر 2500. این 25 اوم عیناً اینجا هست، اینم که مدار بازه در حالت AC. بنابراین ما یه VT تقسیم بر 25 اینجا داریم. خب IT من میشه جمع این VT به 2500 به علاوه VT به چند؟ به در واقع، حالا اگه این آی رو بخوای، VT به علاوه VT تقسیم بر 25 که خب میتونی از 2500 چیکار کنی؟ صرف نظر بکنی. بنابراین وی تست به آی تست من میشه مساوی با VT تقسیم بر VT بر روی 25 که جواب میشه چقدر؟ 25 اوم. یعنی مقاومت از سمت راست خازن من چقدر در اومد؟ 25 اوم در اومد. خب حالا دیگه میشه اومگا ال رو با اومگا پی برابر گرفت، چون اومگا زد 0 دیگه، درسته؟ خب من چی می نویسم؟ می نویسم که اومگای پی مساوی با همان اومگای ال که میشه 1 بر روی مقدار خازن 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 ضرب در چی؟ یه 25 تا اینور میبینم، یه 25 تا اونورش میبینم که جمع این دوتا میشه دیگه، میشه 50 اوم. قبوله؟ خب دوباره 10 به توان منفی 6 رو به 2 تا 10 به توان 3 تقسیم میکنم، چون پاسخ بر حسب چی هست؟ پاسخ بر حسب کیلو هست. بنابراین این مقدارش میشه اینجوری. این 2 ضرب در 50 هم می نویسم 1/10 کیلو که در واقع درست در بیاد. خب حالا کیلو با یه دونه از این 10 به توان 3 ها میره، جواب میشه 10 ضرب در 10 به توان 3 رادیان بر ثانیه. چون گفته بر حسب کیلو چی میشه؟ گزینه 4 پاسخ صحیح هست. موفق باشید.